کوروش کبیر. کوروش کبیر بنیادگذار دولتداری متمدن. در تاریخ هر یک ملت دیر یا زود شخصیت‌های برجسته پیدا می‌شوند که تقدیر آن را به کلی تغییر داده، مدنیت مادی و معنوی آن را به سطح تازه و بلند ترقیات می‌رسانند و فرهنگ و تمدنش را به عرصه جهانی می‌بردارند. برای پارسا چنین شخصیت کوروش کبیر بود. کوروش کبیر به نخستین امپریای متمدن آریایی بنیاد گذاشت که تا زمان لشکرکشی و کشورکشایی‌های اسکندر مقدونی در تاریخ تمدن بشری نظیر نداشت. امپریای تأسیس داده او مطابق معلومات کتیبه‌های دارای بزرگ و مورخان یونان قدیم چندین دولت‌های جهان کهن، پارس و ماد، بابل و آشور، مصر و فینیقیه، لیدیا و اورارتو، پارفیا و گیرکانیا، باختر و سغد و غیره را در قلمرو 22 ولایت متحد نموده در حدود 3 قطعه عالم آسیا، اروپا و آفریقا دامن گسترده بود. کوروش در تاریخ تمدن بشری با سیاست عاقلانه کشورکشایی، تأسیس امپریای توانای متمرکز آریایی، اصول نوی اداره کنی و شکل مکمل دولتداری، اصلاحات امور سپاه و نظام لشکر، گسترش تجارت و تدبیرهای راهسازی، علل خصوص پایداری عدالت و پشتیبانی حقوق منزلت جمله خلقیت‌های ساکن قلمروش شهرت جهانی پیدا کرده است. اعلامیه تاریخی کوروش باشد از جانب عالمان و مورخان همچون نخستین اعلامیه حقوق بشر اعتراف شده است که نظام عادلانه، انسان پرورانه و دنیوی دولتداری را پشتیبانی میکرد. کوروش کبیر در میان شاهنشاهان عهد قدیم یکی از عاقل‌ترین، با انصافترین، کم آزارترین و دوراندیشترین شاهنشاه بود که با تمدن آفری و دولت سازی، انسان پروری و عدالت پیشگی و رفتار و اخلاق حمیده‌اش نفوذ عالمگیر